عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حتی میگفت که شما با صحابه زنده چی نکنین، اقتدا نکنین، او را اسوه‌تان نگیرید. چرا؟ میگفت خودش در معرض فتنه ها هست. شما با او صحابه اقتدا بکنین که در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونا راضی بود. اما دیگران که هست کلگی در فتنه هست. حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا شما فکر کنید او اصحابی که الله از اونا راضی شد، لقد رضی الله عن المؤمنین، الله اونا رو مؤمن گفت و الله از اونا راضی شد، بازم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در قسمت از اونا احتیاط میکنن. اینا ما از دیگران باید در قسمت از خاطر الله متعال از دنبال روی چی میکنه؟ منع میکنه. باید تحقیق بکنی تا که بفهمی که سخن کی مطابق قرآن و سنت است، نه که کی خوش میاد کی خوش میاد. در مسئله خوش آمدن و خوش نیامدن چی نیست، حق چیز نمیشه، بلکه حق در قرآن است و حق در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، حق در اجماع امت اسلام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، برادرای محترم، خواهرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 13 شروع میکنیم بخیر. باقی مانده یک کلید دوم است که حقوق توحید به شکل نواهی است. با شما دیروز گفتیم که کلید دوم شروع میکنیم. در درس 12 کلید دوم بود، کلید دوم قرآن شناسی که حقوق توحید بود. و حقوق توحید در دو بخش بود که اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی الله. در قسمت اطاعت از اوامر الله بسیار اوامر زیاد در قرآن عظیم الشان بود که ما و شما او را در نظام‌های 12 گانه خواندیم که در 12 نظام چقدر اوامر الله متعال بود و ما کلش ذکر نکردیم، بلکه به شکل مثال چند تایش ذکر کردیم که شما انشاءالله و دیگه‌ایش میفهمید. بخش دومش اجتناب از نواهی است که این هم مربوط حقوق توحید میشه. این هم انشاءالله تعالی در درس 13 میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن عظیم الشان نواهی و امور ممنوعه در شریعت اسلامی را در اقسام ذیل بیان کرده. قسم اول نواهی اعتقادی هست. در قسمت عقیده در قرآن عظیم الشان بسیاری چیزا ممنوع قرار داده شده هست که این انسان مسلمان در قرآن عظیم الشان باید بفهمه و مطابق از او عمل بکنه. اولش نهی از شرک و کفر است، یعنی الله متعال منع میکنه مسلمان ها را از شرک و تمام بشریت میگه که شما شرک نبرین و کفر نکنین، نه در ربوبیت نه در الوهیت و نه هم در اسماء و صفات. الله متعال در آیات مختلف میگه که مثلا در سوره نساء آیت 36 الله متعال میگه ولا تشرکوا به شیئا، با الله متعال هیچ کسی را شریک نسازه. و در سوره نحل آیت 51 الله متعال میگه که وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، شما دو معبود نگیرین، انما هو اله واحد، بلکه معبود به حق شما معبود یگانه هست. ولا تدعوا من دون الله در سوره یونس در آیت 106 الله متعال میگه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بغیر از الله کسی را طلب نگو که نه بر تو نفع میتونه برسانه و نه هم به تو ضرر میرسانه. فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین، اگر توی کار کردی باز از جمله ظالما هستی. و در آیت دیگی الله متعال در سوره یوسف علیه السلام در آیت 12 میگه که ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا ایاه، یعنی شما در عبادت که مربوط به حکم و حاکمیت میشه هم بغیر از الله کسی دیگه را در اینجا شریک نکنین، چرا که این الحکم الا لله، این حکم نیست مگر مخصوص الله است و امر کرده ان لا تعبدوا الا ایاه، که شما بغیر از الله کسی را عبادت نکنین، یعنی این عبادت هم کسی را شریک نسازین. دیگه الله متعال میگه و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، مثلا شما ترک بکنین کسایی را که در اسماء الله چی میکنن؟
الحاد میکنن. و در آیت 74 سوره نحل میگه فلا تضربوا لله الامثال، برای الله مثال ها بیان نکنین، ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. دوم نهی از نشستن در مجالس کفری. نهی آمده در مسائل اعتقادی که شما در مجالس کفری نشینین. الله متعال میگه که وقد نزل علیکم فی الکتاب، و یقینا که نازل شده بالای شما در کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله، این قسم نازل شده که اگر شما میشنوید آیات الله را که یکفر بها، که بر از او کفر میشه، و یستهزأ بها، و آیات الله استهزا میشه. یعنی یک مجلس هست در اونجا با آیات الله کفر گفته میشه، سخنهای کفری زده میشه و استهزا و توهین به شعائر الله میشه. فلا تقعدوا معهم، پس شما باید به امرای این کسایی که کفرگویی میکنن و استهزا میکنن امرایشان نشینین، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا که در سخن دیگه شروع بکنن. انکم اذا مثلهم، اگر شما آتو کردین که اونا کفر میگه و اونا مسائل شرکی را میکنن و اونا بدعت‌ها را میکنن و اونا مثلا توهین و تحقیر به شاعر الله میکنن، شما میرید که شما در بین مجلس میشین که باش بچه کاکای مست و دختر خاله مست و قومای مست خفه نشن. الله متعال میگه شما هم از جمله از اونا هستین. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا. الله متعال این صفت منافقا هست که کفار میشینن در مجالس کفری میشینن و از پسان که آمدن میگه ما خط از اونا میخوایم یک قسم مدارات بکنیم یا دیپلماسی بکنیم. اینا الله متعال میگه که چی هستن؟ همین ساکت از زیر بند که بیتریش هم میگه بسیار چیز شده. دیگه اینال بسیاری از این مردم ها چی میگن؟ میگن که ما مثلا چی میکنیم؟ دیپلماسی میکنیم. الله متعال میگه که ان الله جامع المنافقین، یقینا که الله متعال جمع میکنه منافقا را و الکافرین و کافرا را فی جهنم جميعا. او که کفرگویی میکنه، او که شرک میکنه، او که بدعت میکنه، او که ناروا میکنه، او خود در جهنم جایش میشه. اما تو که امرای از اون میشینی، الله متعال میگه تو را هم الله متعال در جهنم امرای از اونا یک جای میکنه. که چرا؟ این صفت کیه؟ صفت این منافقین است که امرای از اونا میشینه. دیگر نهی است از دشنام دادن معبودان باطل. الله متعال میگه به معبودان باطل دیگران دشنام ندین. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. شما معبودای دیگران را دشنام ندین. یعنی یک انسان مسلمان بسیار عفت زبان می داشته باشه و اخلاق می داشته باشه و معبودای دیگران را دشنام نمیده، چون هیچ منفعت نیست. وقتی که اگر کس دشنام میده، او انسان هم باز الله را دشنام میده. به خاطر چی؟ به خاطر امو دشمنی و انتقام. او هم از سبب از اینکه شد خودت شدی، به خاطر از اینکه معبود باطل از را دشنام دادی، او معبود به حق تو را الله سبحانه و تعالی را دشنام داد. این ناروا هست. پس این منهیات چی هستن؟ این اموری هستن که در عقیده ممنوع شدن. قسم دوم نواهی از گناه ها هست. او در مسائل اعتقادی بود، عالمین در نواهی از گناه ها. عن ابی هریره رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله عنه میگه عن النبی صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که قال، گفت اجتنبوا السبع الموبقات، شما از 7 چیز هلاک کننده اجتناب بکنید. قالوا یا رسول الله و ما هن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن، گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما هن، امی 7 چیز هلاک کننده چی هست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که الشرک بالله، اولش شرک از به الله، چی در ذات الله باشه، چی در صفات الله باشه، چی در عبادت الله باشه، چی در اطاعت الله باشه، چی در نامهای الله باشه، در کل ازیا. پس اجتنبوا السبع الموبقات، اولش چی هست؟ الشرک بالله. دومش چی هست؟ از جمله گناه های کبیره و السحر است. سومش چی هست؟ و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، دیگه کشتن یک نفسی که الله متعال را حرام کرده، یک نفس مؤمن موحد است، مگر به حق، که اگر او به حقش مثلا قصاص شوه یا این مسائل مثلا قصاص میشه و مثلا حکم الله سرش تطبیق میشه. و اکل الربا، دیگه چی است؟
از جمله موبقات خوردن سود است و اکل مال الیتیم، دیگه مال یتیم است که این خوردنش از جمله چی است؟ از جمله مهلکات است. و تولی یوم الزحف، دیگه روگشتاندن در روزی که مثلا مجاهدین حرکت میکنن در مقابل دشمنای اسلام، اینجا کسی که پشت خود دور میته. و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، دیگه چی است؟ دیگه زنان پاک دامن و بیخبره چی کردن؟ بالای از اونا تهمت کردن، اونا را با کلمات زلیکی مثلا یا زناکار است یا گناهکار است یا فلان است. اینی هم کلش در جمله کبایر است. خب اینا در قرآن عظیم شان بس آیات بسیار زیاد است در قسمت نهی از منکرات. چند مثالش براتون میگم. مثلا در سوره اسراء آیت 32 الله متعال میگه ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشین. یعنی چی؟ اینجا نگفته که ولا تزنوا، زنا نکنین، بلکه زنا خو نمیکنین، حتی با وسایل زنا کس به این هم نزدیک نشین. مثلا یک نامحرم با نامحرم دیگه در یک جای تنها خلوت کردن، اختلاط کردن، مثلا مذاق کردن با نامحرم، مثلا دست دادن به نامحرم، مثلا فیلم های نامحرم ها را دیدن، مثلا فیسبوک های خراب و مبتذل دیدن، سایت های خراب دیدن. این کلش وسایل چی است؟ وسایل زنا هست که الله متعال میگه به شما قریب یا نزدیک نشین. دوم مثلا نهی از قتل است. الله متعال میگه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما او نفسی را که الله حرام کرده او را نکشین مگر به حق. حقش چی است؟ که مثلا اگر اون نفس چی کرده باشه، مثلا قتل کرده باشه، باز قاضی حکم بکنه که قصاص شده. یا مثلا انسان متأهل زنا بکنه که باز رجم شده. یا مثلا ارتداد باشه که باز اونجا بالای از او حکم حدود داخل تطبیق شده. در غیر از او اجازه نیست. سوم نهی از نزدیکی به فواحش. مثلا الله متعال میگه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به فواحش نزدیک نشین، امور فحشا چی ظاهر باشه و چی باطنی، و کل از شما از دوری بکنین. سوم نهی در مسائل سیاسی هست. بسیاری آیات قرآن است الله متعال در مسائل سیاسی میگه که شما مثلا وقتی که میخواین که نظام اسلامی را جور بکنین، باید این قواعد اسلامی را چی کنین؟ مراعات بکنین، احکام الله که قبلا بود رو تطبیق بکنین و از کارهای دیگه منع شوین. مثلا الم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ما شما در درس‌های قبلی خواندیم که اینجا منظور از عبادت شیطان که معلم شنقیطی گفت که اینجا همون برنامه‌های سیاسی شیطانی که شیطان‌های جنی در زبان شیطان‌های انسانی مثلا قانون می‌سازن به غیر ما انزل الله. الله متعال گفت شما اینا را در قوانینشان عبادت نکنید، چرا اگر شما پیروی از قانونی که ضد شریعت الله هست از او شخص پیروی میکنین، در حقیقت او شیطان است و شما از شیطان چی کردین؟ پیروی کردین و عبادت کردین. دیگه نهی از دوست گرفتن کافران. مثلا در مسائل سیاسی شما کوشش کنین که کافران را دوستای دار نگیرین. الله متعال میگه در سوره نساء آیت 144 یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا الکافرین اولیاء، شما کافران را دوستایتان نگیرین، من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنان. اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا شما میخواین که برای الله متعال بالای خودتان دلیل روشن بدین که شما را باز دوزخ ببره؟ یعنی خودتان با این کارتان به الله دلیل میدین که الله متعال تا میگه چرا دشمن مرا دوست گرفتی، دشمن مرا دوست گرفتی، پس خودت وسیله دادی که الله متعال باز را در دوزخ و در آتش جهنم برده. با اینمی قسم چهارم نواهی در امور قضایی هست. من مثالا را از هر کدامش مثال بردارم، کلش را نمیارم به خاطر از اینکه ما شما مختصر میخوانیم. مثلا قسم چهارم نواهی در امور قضایی است. در امور قضایی مثلا در قرآن عظیم شان مسائل قضایی الله متعال چی میکنه؟ میگه که اول نهی از فتواها و قضاوت‌های بیجای. الله متعال میگه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. الله متعال میگه نگویید به اون چیزی که زبان شما توصیف میکنه به دروغ
این حلال است این حرام. از کجا فهمیدی که این حلال است و این حرام؟ بعضی کساست که چی میکنن؟ بسیار در قسمت بی تفاوت هستند در حکم کردن به حلال و حرام. انسان وقتی که میگه که این حلال است باید دلیل داشته باشه از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اجماع امت اسلام. اگر میگه حرام است هم باید از قرآن و سنت و اجماع و قیاس باید دلیل داشته باشه. الله متعال میگه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. به یک شما افترا بکنین بالای الله، یعنی کسایی که فتوای دروغین میتن و علمیت ندارن و دانش ندارن و حلال و حرام از دل خود دیگه حلال و حرام میگه باره میکنن، الله متعال میگه شما سر الله افترا میکنین با دروغ، تهمت میکنین با دروغ. خب کسی که افترا میکنه سر الله، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله متعال میگه کسایی که افترا میکنن، تهمت میکنن بالای الله به دروغ ها را افترا میکنن. یک چیز حلال نیست او را میگن حلال است، یک چیز حرام نیست او را میگن حرام است. الله میگه لا یفلحون، اینا کامیاب نمیشن. دیگه چی هست؟ نهی از پیشدستی از الله و رسولش. مثلا الله متعال میگه شما وقتی که قضاوت میکنین و در هر مسائل که هست شما پیشدستی از الله و رسولش نکنین. چی معنا؟ الله متعال در سوره حجرات آیت 1 میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. شما از مقابل الله و رسولش پیشدستی نکنین. چه قسم پیشدستی؟ مثلا یک جای یک مسئله میشه به این دلیلی که حکم الله را بفهمی و حکم رسول الله را بفهمی، آن در قرآن چی گفته در سنت چی گفته، ولی من این قسم فیصله میکنم، من این قسم قضاوت میکنم، من این قسم فکر میکنم. عقل ما اوت میگه این حال فکرتا و عقلتا و خودتا ایره پیش نکو از الله و رسولش. واتقوا الله، الله میگه از الله بترسین. ان الله سمیع علیم، یقین که الله متعال سمیع و علیم است، یعنی مشنوه و بسیار عالم است. قسم پنجم نواهی در امور اجتماعی است، یعنی در نظام اجتماعی اسلام بسیاری مثلا اوامر چیز هست که نهی هست در قرآن عظیم شان. مسائل اجتماعی مثلا نهی از سستی و غم. در مسائل وقتی که شما در یک جامعه زندگی میکنین الله متعال میگه ولا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلم. شما غمگین نشین، شما سست نشین، شما جگرخون نشین. و انتم الاعلم، در حالی که شما مؤمنای موحد شما عالیس مقامتان. این کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما مؤمنا باشین. مثلا در اینجا چی میگه؟ در مسائل اجتماعی وقتی که شما در خانه‌تان مثلا فامیلتان الله براتون اولاد داده، اینا بعضی کسا در عصر جاهلیت اولادای خدا به خاطر چی؟ به خاطر گشنگی میکشتن. الله متعال گفت ولا تقتلوا اولادکم، شما اولادایتان رو نکشین. من املاق، از چی؟ یعنی شما اولادایتان از خاطر اینمی که مثلا ما مفلس هستیم یا پیسه نداریم یا از گشنگی و از فقر، نحن نرزقکم و ایاهم. الله متعال میگه که ما با قدرت خود و عظمت خود شما را خودتان هم رزق میتیم و ایاهم و اولادهایتان را. پس وقت خودت کی رزق میتن از خود خبر داری؟ اینا وقتی که برای خودت الله رزق میتن برای اولادهایت هم میتن. اینجا حقوق اولادها را در نظام اجتماعی اسلام بیان میکنن. نهی از تلف نمودن مهر خانم ها، یعنی الله متعال این هم برشان بیان میکنه که شما همین مهر خانم ها را چی نکنین؟ این تلف نکنین. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا. الله متعال میگه اگر شما تبدیل میکنین یک همسر با همسر دیگه، یعنی همسر دیگه میگیرین و آتیتم احداهن قنطارا و برای یکی از این خانم هایتان شما یک قنطار، یعنی در وقتی که عروسی میکنین یک کوت از مهر، یک کوت مثلا استلار یا نقره را همتی یک کوت چی کردین؟ تعیین کردین. فلا تأخذوا منه شیئا، هیچ چیز از اون نگیرین، یعنی حقشان باید کامل برشان بپردازین. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، شما حق از اونها رو میگیرین با تهمت و گناه آشکارا. بسیاری مردا این کارا میکنن.
نهی از میراث بردن خانم ها. در عصر جاهلیت مردم خانم ها را چی میکردن؟ به میراث میبردن. مثلا یک مرد 20-30 تا زن میگرفت در وادی که زنده میبود. وقتی که میمرد آل مثلا نمی بچه اندرا که هست، مثلا مادر اندرای خودی بچه از این نفر بازم مادر اندرای خود چی میکردن؟ یا را به میراث میگرفتن، مثل یک حیوان. وقتی که انسان یک خانه را به میراث میگیره، الله متعال گفت که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. شما حلال نیست براتون که شما به میراث ببرید خانم ها را با چی؟ با کراهیت و با ظلم. دیگه از اینجا این مسئله را چی شد؟ از بین برد این مسئله میراث بردن خانم ها را، بلکه الله متعال بر از اونا حقوق داد که خود خانم ها از مال شوهرش میراث میبرن. یعنی سعی کنین اسلام 14 قرن قبل برای خانم ها امی عزت داد و امی حقوق برشان داد، در حالی که در جوامع دیگر در کلش نه تنها جاهلیت در کشورهای عربی بود، بلکه جاهلیت در کل دنیا بود. همین مشکلات در روم، در فارس، در کل دنیا بود. لکن آیت قرآن آمد نه تنها زنها را عزت داد، گفت یار خودشان میراث برده نمیتونین، بلکه بر از اینا میراث هم بتین. از مال شوهر برشان میراث تعیین کرد، از مال پدر برشان میراث تعیین که یعنی میخواستن که باید بر از اینا اینا بتونن مثلا از پدر خود، از مادر خود، از شوهر خود از چی بگیرن؟ میراث بگیرن. دیگه قسم چهارم نواهی در امور اخلاقی. مثلا در قرآن عظیم شان در مورد نهی در مسائل اخلاقی هم الله متعال گفته، مثلا در نظام اخلاقی اسلام در سوره حجرات آیت 12 میگه که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری گمانای غلط چی کنین؟ از این اجتناب بکنین. چرا بسیاری کسان مشکل اساسیشانی است که این سر مردم گمان غلط میکنن، با این گمان غلط در حق یک نفر ظلم میکنن. این بعض الظن اسم، بعضی از این گمان ها که از گناه هست. گناه هست که تو از قلب از او خبر نداری، فوراً سر از او یک حکم میکنی. ولا تجسس، و شما تجسس نکنین، جاسوسی نکنین، پشت مثلا مسائل مردم نگردین که در خانه فلانی چی گپ است، در خانه فلانی چی گپ است. ولا یغتب بعضکم بعضا، و الله متعال میگه شما غیبت یکی دیگرتان هم نکنین. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا شما دوست داره یکیتان که گوشت برادر مرده تان بخورین؟ فکرهتموه، شما از خوردن گوشت مرده بسیار احساس بدی میکنین. اگر کس برای گوشت مرده رو میخوری، الله متعال میگه چقدر بد میبینید، من گوشت مرده رو بخورم؟ اوه حیوان که بمره تا که ذبح نشده باشه ما رو نمیخورم، از انسان چطور کس میخوره؟ این الله متعال میگه اینمی غیبت کردن از گوشت مرده خوردن کردن بدتر است. گوشت بر انسان مرده. این واتقوا الله، از الله بترسین، ان الله تواب رحیم. خیر اگر سابق کردین، الله بسیار پذیرنده توبه هست و بسیار مهربان است. پس از این توبه بکنین و استغفار بکنین و دیگه از غیبت خدا نگاه بکنین. دیگه نهی از امور بد اخلاقی در وقت صدقات. مثلا الله متعال میگه که شما زکات میتین، یا شما خیرات میتین، یا شما زکات میتین، یا مثلا صدقه موقتی میتین. الله متعال میگه شما یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، شما باطل نکنین امی صدقاتتان را با منت گذاشتن. وی اگه من نمی بودم باز کی برای توی پیسه را میداد؟ وی اگه من کتت کمک نمیکردم آلنده چی حالت بود؟ یا منت گذاری میکنن و یا ضرر میرسانه برش. بگی خان دست سر تو که هر روزی از شما وقت ندارم، بگینی پیسه را برو دیگه، بگینی لباس را برو دیگه. الله متعال میگه تو اینمی صدقاتت با اینمی منت گذاری و ضرر رسانی باطل نکن، بلکه در وقتی که صدقه هم میدادی باید چی کنی؟ بسیار با اخلاق باشی. یکی از اخلاق هم من مثلا براتون یک مثال بگویم. بی فاطمه الزهرا دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، این یک روز یک درهم است، پول است، درهم چی میکنه؟ پاک میکنه.
ایره پاک میکنه، ایره که پرسانش میکنن که ایره چی میکنی؟ میگه والا امی 1 درهم ما میخوایم که صدقه بتون. خیلی چرا پاکش میکنی؟ میگه یک کمک چرکس و زنگ زده شد. چرا پاکش میکنی؟ میگه به خاطر که 1 روپیه که من صدقه میتونم پیش از که به دست فقیر بره ای به دست خالق متعال میره. پس باید همون صدقه که بسیار پاک برای تقدیم بکنیم. این سعی کنید ثواب اجر از چقدر زیاد است و ایره میگه با همین منتگذاری شما چی نکنین، از بین نبرین و باطل نسازین. دیگه برای خانم ها میگه، به خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگه دخترها و خانم های مسلمان میگه که شما صدایتان وقتی که نامحرم ها کدام وقتی به اساس ضرورت صحبت میکنین و تو صدایتان نرمک نکنین. چرا همین نرمک شما اونمو انسان هایی که قلباً مریض هستن اونا رو یک قسم علاقمند گناه و بدبختی ها و بدبینی های شما میسازن. یا نساء النبی، الله متعال در سوره احزاب آیت 32 چی میگه؟ یا نساء النبی، ای خانم های یا همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، لستن که احد من النساء، شما مثل دیگه خانم ها نیستین. ان اتقیتن، اگر شما تقوا میکنین، فلا تخضعن بالقول، شما باز از سخنانتان تو نرمش نکنین. فیطمع الذی فی قلبه مرض، او کسایی که قلبایشان مریض است باز اونا طمع میکنن، در حالی که خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرای مؤمنا بودن. یعنی به طرف از کل مؤمنا با چی نظر میکردن؟ با نظر مادر. ولی با وجود از این الله متعال میگه دست خانهایتان نرمش و ایگپا نکنن و قلن قولا معروفا، بگوین سخن معروفا، جدی با جدیت که جانب مقابلت احساس نکنن. اکثر مثلا نتیجه که صدای خودت نرمک و یک قسمی نکنین. دیگه نهی از تبرج برای خانم‌های مسلمان میگه که شما مثل او تبرج جاهلیت داره. در وقت جاهلیت چه قسم تبرج بود؟ که زنها مثلا چوتیای خود پیش روی خود منداختن و مویای خود پشت سر منداختن و یک دستمالک این سلک خطی کمک میماندن یا نمیماندن یا چادر در گردن خود میپرتن منداختن و میبرامدن در کوچه و بازار بی ضرورت و بی فلانی میبرامدن. الله متعال برای همسرای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که وقرن فی بیوتکن، شما کوشش کنین که در خانه هایتان با وقار و امنیت زندگی بکنین و باشین در خانه هایتان. اگر وقت ضرورت میشه، وقتی کار میباشه، وقتی مریضی میباشه، وقتی ضرورت میباشه، او را هم میبراین، لکن با امو حجاب و با عزت و با شرف خود. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، شما تبرج جاهلیت نکنین، یعنی بی حجابی و بی ستری و با آرایش و عطرزدگی و ایگپا خارج نشین. و اقیمنا الصلاة، نماز بخوانین، و آتینا الزکات، زکات بتین، و اطیعنا الله و رسوله، و از الله و رسولش اطاعت بکنین. متوجه هستین؟ این الله، ای خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این اوامر چرا برای خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میشه که زنای رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنن و باز دخترای رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنن، باز دیگه مؤمنین عمل بکنن، زنهای مؤمنه کلشان عمل بکنن. این برای اولادا و خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا گفته میشه؟ برای خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا گفته میشه؟ ان ما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، الله میخواد که از شما همون پلیدی ها و گندگی های جاهلیت از بین ببره. اهل البیت، ای اهل بیت، و یطهرکم تطهیرا، شما را بسیار پاک بسازه. این حال هر کس میخواد که از فکر جاهلیت یا دور باشه، اینمی قسم باید مثل خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم امی قسم بیبیای جنت وارد باشه، این تو مثل بیبیای جنت زندگی بکنن. دیگر نهی از حرکت کردن با مرح. لقمان برای پسر خود میگفت که ولا تمشی فی الارض مرحا، بچه درا تو خرامان کرده و نازک کرده این قسمی درا نرو. این کلم دیگه او هم میگه و الله متعال هم میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، ای مؤمن در راه بسیار تو با مرح و با خدا کش کردن و خدا تو دادن این قسمی حرکت ها را نرو. این کلم تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، و تو نمیتونی زمین رو تو مثلا سوراخ بکنی و تو نمیتونی که قدرت دراز شوه که عندك کوه برسی. دیگه چرا خودت بخچه کنار؟ از همین آیت شریف حرمت رقص هم بولیم میشه. چرا دمی رقص هم کس؟ یعنی تو مرح میشه و حرکت ها کج و
خمی گپ ها میکنن. اینانی کلش حتی در اینجا هم چی هست؟ از اینجا ای هم حرمتش ثابت میشه. پس انسان مسلمان حتی وقتی در آمیر بسیار با وقار نرمال میره و تواضع کند، هوشمند گزین نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. یعنی انسان متواضع مثل یک درخت پرمیوه وارست. شما هر جایی که درخت پرمیوه را ببینید اما تو سرش پایین است، میوه هایش کشال است. اما درخت های بی میوه را که سعی کنیم قدش دراز سیخ باره بالا رفته، اما او فقط برای نمی است که قطع شوه و برای سر بام یک چوب شوه یا مثلا آسای کدام نفر یک چیز از پیش ساخته شده. قسم هفتم نواهی در امور اقتصادی هست. الله متعال در مسائل اقتصادی یا در نظام اقتصادی اسلام مسلمانان از بسیاری چیزا منع میکنه. مثلا الله متعال میگه که ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اول میگه که امر میکنه، باز نهی میکنه. در امر چی میگه؟ میگه کلوا فی الارض حلالا طیبا. شما در زمین از چیزهای حلال و پاک بخورین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شما از گامهای شیطان پیروی نکنین. اینمی گامهای شیطان چی است؟ که تو را به خوردن چیزهای حرام چی میکنه؟ سوق میده. انه لکم عدو مبین. یقینا که شیطان در شما دشمن آشکارا هست. خب دیگه نهی از اسراف. الله متعال در نظام اقتصادی میگه که کلوا واشربوا ولا تسرفوا. شما بخورین و بنوشین، از نعمتهای الله استفاده بکنین، اما اسراف نکنین. اسراف چی است؟ اسراف زیاده روی در حلال است. مثلا اگر میفهمی که 1 کیلو گوشت کفایت میکنه برای اعضای فامیل، فقط 1 کیلو گوشت بگیر. تو نیست که 3-4 کیلو رو بیاری و نصفش بخورم و باقی مانده شکلش در زباله‌دانی و در اینجا پرت. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. یقینا که الله متعال اسرافکارا را خوش نداره. در نظام اقتصادی اسلام نهی از خوردن مال چی است؟ مال مردم با باطل. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شما مالهایتان را در بینتان با باطل نخورین الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر ای که به اساس تجارت با رضایت شما باشه. پس در مسائل اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام، انسان مسلمان حق نداره که مال کس را به ناروا و به حرام بگیره، بلکه میتونه از طریق خرید و فروش و تجارت ایگپا باز از مال یکی دیگه خود بگیرن و استفاده بکنن. دیگه همچنان منع میکنه که از بخل و بخیلی و یا زیاده روی. الله متعال میگه ولا تجعل یدک مغلولة الی عنق. دست بیخی اما تو در گردنت اویزان نکو. بعضی کسا دستش که شکسته باشه بازی به گردنش اویزان است، هیچ مصرف نمیشه دیگه، دستم تو خاموش است. این قسم هم نکن مثل که دستت شکسته باشه هیچ در جیبت داخل نشه که یگان ذره مصرف بکنی. و باز اینم الله میگه ولا تبسطها کل البسط. باز این قسم اضافه روی هم نکن که مثلا وقتی که دست رو به جیبت کردی دیگه یک دفعه هم تو باد کرده برو، نه ماشت معلوم است و نه فلانت معلوم است. یک دفعه که در دکان در آمدی مثلا چیزایی که باید یک چیزی که مثلا 500 روپیه سودا بخری، یک دفعه 3000 4000 کرده، یک دفعه چی میکنی؟ فتقعد ملوم محصولا. باز چی میشه؟ ملامت و اینجا چی؟ موارد سرزنش قرار بگیری و از کار اما تو بانی. دیگر قسم هشتم نواهی در امور مالی هست. الله متعال در مسائل مالی هم امر و نهی داره. مثلا چی میگه؟ مثلا در قرآن عظیم شان مثلا چی میگه الله متعال؟ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا تعلمون. سوره بقره آیه 188 که شما اموالتان در بینتان باطل نخورین. و چی هستن؟ همچنان نهی از دادن مال به نادانان. شما وقتی که کس را میفهمین که این جاهل است، اگر مال برش بدی این اضافه خرچی و به جای خرچی میکنه، مثلا برش میراث پدرش مانده، شما آل کسر از اینا دوستایش هستین، کوشش کنین که مال بر از اینا نتین، نگاه بکنین، باز هر وقتی که هوشیار شد فهمیده شد برش مال بدین. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اگر میفهمین که امو جاهل است برش چی میکنین؟ امو سر مال از او الله متعال شما را چی کرده؟ شما امو چی شان هستین؟ مثلا قیم از اونا هستین، بالای از اونا هستین، پس برشان رزق بتین
و لباس برش بتین، برشان سخنهای خوب بگوین، ولی مال بدست از او جاهل نتین که او جاهل امو مال بگیره و بره اضافه خرچی بکنه، بلکه برش نگاه بکنین. دیگه نهی از مصرف در مال در حرام، ولا تبذر تبذیرا. الله متعال میگه شما تبذیر نکنین. تبذیر چی رو میگن؟ یکی اسراف است، یکی تبذیر است و یکی تقتیر است. اسراف زیاده روی در حلال است، تبذیر مصرف مال در حرام است، در موسیقی و در ساز و در قمار و در زنا و در این چیزهای اضافی. ایره باز چی میگن؟ ایره تبذیر میگه. و تقتیر چی میگه؟ بخیلی در نفقات حلال، بخیلی، نه اسراف، نه تبذیر، نه تقتیر. قسم نهم نواهی در امور تعلیمی و تربیوی هست. در مسائل تربیوی هم الله متعال از بعضی چیزا مسلمانان را منع میکنه. مثلا ولا تخف ما لیس لک به علم. شما دنبال روی نکنین در چیزی که علم ندارین. بعضی کساست مثلا همونطور به پشت یک کس دیگه میره، والا امی که این چیزی گفت برو، والا امی خوب خوشم آمده، امی پشت سر ازی میرم، یعنی گپاش به منفعت من هست. نه، شما ببینید که گپ کی دلیل داره، گپ کی حجت است، کدام گپ، کدام فتوا، کدام سخن کدام عالم موافق قرآن و سنت هست. یعنی معیار این است که مثلا من بر شما درس میدم، درست است شما شاگردای من هستین، لکن شما حق ندارید مرا اسوه‌تان بگیرید. اسوه‌تان رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرید. گپ مرا با آیات قرآن و با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابقت بدید. اگر گپ من با قرآن و سنت برابر بود، او گپ چی کنین؟ او را بگیرین. و اگر مخالف از او بود، او گپ مرا در دیوار بزنین. چرا؟ من معیار نیست. علمای بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، شاگردای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام حسن شیبانی و امام ظفر رحمه الله، اینا کلشون کل از اینا را گپایشون که بشنوی، اینا میگفتن اذا صح الحديث فهو مذهبی. وقتی که حدیث صحیح آمد، او مذهب من هست، راه من هست، روش من هست. مثلا چی میگم؟ راهی که من میرم قرآن است و حدیث صحیح هست. و بسیاری از علما چی میگفتن؟ میگفتن اگر از امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم روایت شده و میگه اگر سخن مرا دیدین که مخالف حدیث صحیح هست، سخن مرا در دیوار بزنین. یعنی علمای بزرگوار سخن خود معیار قرار نمیدادن، بلکه اصل معیار وحی است. وحی دو قسم است، وحی جلی است که قرآن اسمشان است و وحی خفی است که احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از این خاطر الله متعال میگه ولا تقف ما لیس لک به علم. ولا تقف یعنی دنبال روی نکو در چیزی که علم نداری. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنده مسئولا. از گوشت پیش الله مسئولیت داره، چشمت مسئولیت داره، قلبت مسئولیت داره. باید خودت تحقیق بکنی تا گپ حق پیدا کنی، خصوصا در آخر الزمان. در آخر زمان بسیار مردمای دیندار هستند که خوب دیندار می باشه، خوب صداقت می داشته باشه، خوب اخلاص می داشته باشه، لکن در فتنه ها داخل میشن و دنبال روی میکنن که والا فلان عالم بزرگ است، فلان عالم بزرگ گفته، فلانی گفت، من از پشت از این میرم، امی قسم رهبرم است و راهنمایی است و چطور است و چنان است. از او خاطر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حتی میگفت که شما با صحابه زنده چی نکنین، اقتدا نکنین، او را اسوه‌تان نگیرید. چرا؟ میگفت خودش در معرض فتنه ها هست. شما با او صحابه اقتدا بکنین که در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونا راضی بود. اما دیگران که هست کلگی در فتنه هست. حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رو شما فکر کنین او اصحابی که الله از اونا راضی شد، لقد رضی الله عن المؤمنین، الله اونا رو مؤمن گفت و الله از اونا راضی شد، بازم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در قسمت از اونا احتیاط میکنن. اینا ما از دیگران باید در قسمت از خاطر الله متعال از دنبال روی چی میکنه؟ منع میکنه. باید تحقیق بکنی تا که بفهمی که سخن کی مطابق قرآن و سنت است، نه اینکه کی خوشم میاد کی خوشم میاد. در مسئله خوش آمدن و خوش نیامدن چی نیست، حق چیز نمیشه، بلکه حق در قرآن است و حق در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، حق در اجماع امت اسلام است. دیگر نهی از داخل شدن به منازل مردم بدون اجازه یکی از آداب اخلاقی اسلامی همی است که الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، شما داخل نشین
در خانه های غیر از خانه های خودتان حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، تا وقتی که اجازه نگرفته باشین و سلام نداده باشین بالای از اهل خانواده. بعضی کساش که دروازه باز بودم تو ترو میرم بدرایم. بعضی مردم وقتی که داخل میشه، وقتی داخل میشه ببینه که یک کسی لباس مثلا در خانهش صحیح لباس نپوشیده، باز برای میگه وی لباس چرا تر است. یا مثلا یک خانم در یک خانه داخل میشه، یک دفعه میبینه که اونجا مرد نامحرم است. خیر، شما اما خانه های دیگران که داخل میشین باید اول اجازه میگیرین و سلام بدین. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. این بر شما بسیار خیر است، شاید که شما به یاد داشته باشین. سوره نور آیت 27 است. دیگر قسم دوم نواهی در امور ثقافتی و فرهنگی است. نظام فرهنگی اسلام. مثلا در نظام فرهنگی جاهلیت چی بود؟ بسیاری کسان میرفتن عمو مادرندرای خود نکاح میکردن. وقتی پدرش میمرد او 10 تا 12 تا 15 تا 20 تا زن میداشت، باز بچه‌هاش میکسن عمو مادرندرای خود بر خود نکاح میکردن. در فرهنگ اسلام و ثقافت اسلام این معنی شد. الله متعال در سوره نساء آیت 22 میگه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شما نکاح نکنین آن خانم هایی را که پدرایتان با امرای از اونها نکاح کرده، الا ما قد سلف، مگر اون چیزهایی که قبل از آمدن اسلام یا قبلا گذشت. انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. این کار بسیار زشت است، بسیار کار است که مبغوض است و به روش بسیار نادرست است. دیگه نهی از منازعات جاهلانه هست. الله متعال میگه و اطیعوا الله و رسوله. شما از الله و رسولش اطاعت بکنید. ولا تنازعوا، زیاد منازعه و جنجال و بسیار میگه پاره که ولا مک فلانی رو تمام روز شیشته و سر از اون انتقاد کو ناقی میگه پا اضافی میگه پا. از این منازعات دوری بکنید. فتفشلوا، باز ناکام میشین و تذهب ریحکم، باز بادهایتان میره، باز خودتان ایران میره. واصبروا ان الله مع الصابرین. صبر بکنین، الله به امرای صبر کننده هست. از این منازعات، گفتگوهای چیزای جاهلانه و که به درد نمیخوره از یا دوری بکنین. قسم 11 نواهی در امور جهادی هست، یعنی برای مجاهدین و مهاجرین اسلام، کسایی که در راه الله جهاد میکنن، الله متعال بسیار مسائل منع میکنه. مثلا میگه که نهی از سستی در انفاق فی سبیل الله. شما که مسلمان هستین و خود مؤمن میگیرین و هر مؤمن باید مجاهد باشه، هر مؤمن باید داعی باشه و مجاهد باشه و مخلص باشه و این صفات کلش داشته باشه. حالا خب مشکلی است که یک نفر یک راه که گرفت باز اون یک راه میره دیگه این دیگه نه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مؤمنان شما در اسلام مکمل داخل شوید. اما وقتی که تو نماز میخوانی باید زکات هم بدی. تو نمیشه که ولی من نماز میخوانم زکات نمیدم، من خود نمازی هستم، من خود زکاتی نیستم. یا مثلا اگر من خود داعی هستم، من خود جهادی نیستم. نه، پس یک از هر داعی باید جهادی هم باشه و هر نمازخوان باید زکات هم بده، حج هم بده. این کلش به شکل کامل اسلام است. الله متعال چی میگه؟ و انفقوا فی سبیل الله. شما در جهاد فی سبیل الله پولهایتان هم انفاق بکنین، مصرف بکنین. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. با دست خود به هلاکت نبرین. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگه که این آیت درباره ما انصار نازل شد که برای ما مثلا ما سستی میکردیم در انفاق فی سبیل الله. گفت که شما انفاق در راه الله بکنین و اگر انفاق در راه جهاد نکنین شما با دست خود در چی میپرتین؟ در هلاکت میپرتین. این معنای این آیت شریف است. نهی از اطاعت کافران. الله متعال میگه فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. سوره فرقان آیت 52. شما اطاعت از کافران نکنین بلکه با امرای زنا جهاد بسیار بزرگ بکنین. دیگه نهی از شک انداختن در جهاد. بعضی کسا هستن کارهای منافقا را میکنن، یا به راستی منافق است یا امو کار منافقین میکنن. او چی قسم است؟ الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که شما خدا مؤمن میگه، لا تکونوا کالذین کفروا، مثل از او کافرای منافقی که کافر بودن و قالوا لاخوانهم و به برادرای خود چی میگفتن؟ اذا ضربوا فی الارض و كانوا غزا، وقتی برادرایشان در زمین برای تجارت میرفتن یا برای غزا و جهاد میرفتن، بازیا چی میگفتن؟ میگفتن لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. اگر ایمی به جهاد نمیرفت، اگر ای به می سفر تجارتی نمیرفت، اگر ای هجرت نمیکرد، ای کشته نمیشد. ای گپای کی هست؟
این گپای منافقین بود. الله متعال میگه شما مثل از این کافرها وارد نشین که اگه فلانی بچه کاکای ما ولی اگه نمیرفت او ایمیل زنده می بود. سبحان الله. الله متعال میگه که یدریککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، وقتی که مرگ سرتان بیایه، وقتی مرگتان بیایه که در قصرهای بسیار آمد محکم شما زندگی کرده خدا قلف کرده باشین، اونجا مرگ براتان میایه. این خو نیست که اگر کس در جهاد رفت و او میمره و او کسی که در جهاد نرفت او یا در هجرت نرفت او زنده میمانه. این فکر و اندیشه منافقانه هست. این فکر و اندیشه انسان‌های منافق و کافر است. الله میگه مثل امی منافقین و مثل امی کفار نباشین که سخنا را بگوین که لو کانوا عندنا، اگر پیش ما میماندن ما ماتوا و ما قتلوا، قتل ما میبودن نمیمردن و کشتام نمیشدن. لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم، تا بگردانه امی سخنانشان الله متعال حسرت در قلبایشان، باز در قلبایشان بسیار باز حسرت میکنن در روز قیامت که ما چی گپ بزنیم. والله یحیی و یمیت، این خو الله هست که زنده میکنه و میمیرانه. والله بما تعملون بصیر، و الله متعال با آنچه که شما عمل میکنین بصیر. از سوره آل عمران آیه 156. خالد ابن ولید در تمام وجودش یک جای هم بدون زخم نمانده بود. از اینکه در جهاد اشتراک کرده بود، زخمی شده بود، آخر در بستره مرگ فوت میکنه. خب نیست که انسان در بستره عادی این چی فوت میکنه، یعنی در صف جهاد کشته نمیشه. و قسم 12 که است نواهی در امور دعوتی هست، یعنی کسایی که به دین الله دعوت میکنن، الله متعال بر از اینا هم از بعضی چیزا اینا را امر منع میکنه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. در جاهای دیگه میگه مثلا ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، در راه پروردگارت مثلا دعوت که میکنی با حکمت دعوت بکن. باز اینجا میگه که ولا تجادل، ولا شما مجادله نکنین با اهل کتاب الا بالتي هي احسن، مگر به شکل درست. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی که از اونها ظالم شدن، ظلم کردن. و قولوا بگو که آمنا بالذی انزل الینا، یعنی سعی کنید شیوه دعوتی قسمی است که بر از او چی میگه؟ برشان بگو که آمنا بالذی انزل الینا، ما مسلمان هستیم، ایمان آوردیم با آن چیزی که بالای ما نازل شده. و انزل الیکم، و با اون چیزی که بالای شما نازل شده، تورات حقیقی، امو انجیل حقیقی. و الهنا و الهکم واحد، معبود ما و شما معبود یگانه هست. و نحن له مسلمون، ما با او مسلمان هستیم. بین شما هم اسلام و قرآن و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول بکنین. یعنی در وقتی که انسان دعوت میکنه بسیار با اسلوب حکیمانه و روش خوب و زبان شیرین. حتی با موسی علیه السلام و با هارون علیه السلام با اردوی از اینا چی میگه؟ بر از اینا میگه که برین اذهبا الی فرعون انه طغى، برین پیش فرعون، او طغیان و سرکشی کرده. و قولا له قولا لینا، لکن برای چی بگوین؟ سخنای نرم بگوین. لعله یتذکر او یتذکر، شاید که او پند بگیره و تزکیه شده. یعنی شما برین امور روش خوبی تانه در دعوت بر از اونا استفاده بکنین، میشه که تأثیر بکنه و شما مسئولیت تانه رفع بکنین. اما هدایت کار الله هست. انما علیک البلاغ و علینا الهدى. الله متعال تا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک وظیفه تو تبلیغ است، رساندن دین است. هدایت کار ما هست. از این خاطر ما همیشه چی میکنیم؟ بر مردم حق بیان میکنیم. او کسی که الله هدایت کرد اون هدایتش میکنه، قبول میکنه. او را که الله هدایت نکرد دیگه بازو میخیزه، فلسفه ها را شروع میکنه، یک 4 تا 5 تا دو ما را میزنه، میخیزه میره خانه شاباد. و هرقدر هم دو اگر زد در راه دعوت دو خوردن هم یا برای یک انسان دعوتگر چی هست؟ ثواب اجر است. این بود درس امشب ما شما همه شما را پاک پروردگار میسپارم. الله متعال روز عرفه را برای همه ما شما ان شاء الله تعالی روز خوبی بگردانه. و الله متعال وقتهای عباداتی که ما شما کردیم برای همه شما برای ما دعا بکنیم و برای شما دعا میکنیم. الله متعال همه ما شما را به راه ببره که دو چی باشه، دو خیر دنیا و آخرت ما شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.